سرشناس سینمای ترکیه، ایران و اروپا هستند. مانیکا بلوچی، ستاره سینمای ایتالیا و فرانسه، کاراکتر یک زن ایرانی را در فیلم دارد. او میگوید آنقدر به پروژه قبادی علاقه‌مند بود که لزومی به فکر کردن نداشت. Actually, I knew his work and I respect his work very much. And we met in Paris. من کار بهمن رو میشناسم و احترام میگذارم. ما در پاریس ملاقات کردیم. وقتی قصه فیلم رو برام تعریف کرد، عاشق داستان شدم. بهمن کارشو بلده و به اکتورهاش احترام میگذاره. به علاوه من همیشه برای شناخت فرهنگ‌های دیگه کنجکاو بودم. کار من فقط بازی به عنوان یک اکتور نیست، بلکه تجربه انسانی است. بیلچین بیلگین و یلماز اردوغان، دو بازیگر سرشناس سینمای ترکیه، فقط به خاطر دوستی با بهمن قبادی در این فیلم شرکت دارند. جانر چندروک، هنرپیشه محبوب سینمای ترکیه، نیز نقش جوانی‌های بهروز وثوقی را در این فیلم بازی می‌کند. حضور یک آهنگساز و خواننده ایرانی در فیلم جدید بهمن قبادی خیلی از هواداران او را حیرت زده خواهد کرد. آرش: روز اول من خیلی نروس بودم، اومده بودم یه جور نروس بودم که اصلا بهتون بگم من حتی میرم رو استیج هر چقدر هم باشه اونقدر نروس نبودم. و روز اول همون ثانیه اول همه سنای من رو با آقای بهروز میشدن که من با ایشون هستم و این نگاهایی به من میکرد ایشون. من اصلا گفتم بهمن جان استاپ بذار من یه ذره نفس بکشم. بعد پس خیلی طول کشید لابد سر صحنه این صحنه؟ یه ذره طول کشید ولی خوب شد. بالاخره ترست ریخت؟ بله ترسم ریخت و رفتم توی دنیای خودم و خیلی خوب شد. یعنی فکر می‌کنم حالا اگه تعارف نکردن بهمن چی میگه؟ نه الان فکره. در پشت صحنه بهمن قبادی با تیمی کار می‌کند که در فیلم قبلیش کسی از گربه‌های ایرانی خبر ندارد در کنار او بودند، از جمله دستیارش سپهر میکائیلیان. کار سخته ولی جذابیت خودش هم داره. شاید دیگه هیچ وقت تکرار نشه ما بتونیم همچین موقعیتی داشته باشیم توی همچین پروداکشنی، همچین پروژه‌ای این فرصت رو داشته باشیم با هم کار بکنیم. بهمن قبادی یک سالی را برای تدوین فیلم جدیدش خواهد گذراند. The truth is I would love to go to Iran. واقعیت این است که من واقعا دوست دارم با این فیلم به ایران بروم. اگر در ایران اجازه نمایش بدهند. Why not? It's a love story. چرا نه؟ این یک قصه عاشقانه است. نازی بگلری، صدای آمریکا، استانبول. هرچی بره بالاتر بهتره.